سلام بچه، من امیر زاره هستم. خیلی به این ویدیو خوش اومدید. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. تست گیم A56 رو داریم، گوشی که قیمت کمی نداره اما قیمتش رو میذاریم کنار. فعلا میخوایم ببینیم که توی بازی کردن نسبت نسل قبلی خودش چقدر پیشرفت کرده و اصلا کلا به درد بازی میخوره یا نه. تو این ویدیو به صورت کامل بهتون توضیح میدم. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی حتما کانال حساب داشته باشید، زنگوله‌شو بزنید. بازم ویدیو از این گوشی تو راه داریم، بررسی کاملش هم براتون گذاشتم. اگه دیگه میخواید ببینید توی دوربین و باتری اینا چطوریه به صورت کامل اونجا بهتون توضیح دادم. تشکر میکنم از موتورولا ایران که این گوشی رو برای بررسی در اختیار من گذاشتن. آدرس پیجشون رو براتون میذارم. برای خرید گوشی سامسونگ و برندهای دیگه حتما بهشون یه سر بزنید. بریم با هم بنچمارک رو ببینیم، بعد بریم سراغ بازی و برگردیم. توی انتوتو بنچمارک نسخه 10 امتیاز این گوشی به 898978 رسیده که نسبت نسل قبلی خودش تقریبا نزدیک به 200,000 تا امتیاز بیشتری گرفته که دمای گوشی هم نگاه میکنیم حداکثر تا 34 درجه بالا رفته و کلا هم 2% از شارژ گوشی کم شده. تو گیکبنچ نسخه 6 توی تکسه امتیازش 1348 و توی چنسی هم 3764 بوده که بازم اینجا پیشرفت خوبی رو داره نسبت نسل قبلی خودش میبینیم. تو بخش پایداری هم بعد از یک ساعت تست تونست که 77% از عملکرد بخش پردازنده خودش رو حفظ بکنه که میتونست به نظرم عملکرد بهتری هم توی این بخش داشته باشه. در نهایت توی بخش گرافیکی هم تونست که 92.8% از عملکرد خودش رو حفظ بکنه. مثل همیشه اول از همه با کال آف دیوتی شروع میکنیم. گوشی کاملا خنک، باتریمون هم روی 74%. بچه‌ها داخل تنظیمات گیم بوسترش که میریم متاسفانه بازی کال آف دیوتی و پابجی رو شناسایی نمیکنه و نمیتونیم مثل گنشین ایمپکت مثلا بهش بگیم که اولویت رو روی فریم ریت برای ما قرار بده. برام جالبه که کال آف و پابجی رو تشخیص نمیده ولی گنشین رو تشخیص میده. این مشکل رو توی مثلا گوشی مثل S25 اولترا نداشتیم و اونجا همه بازی ها رو تشخیص میداد. پس مجبوریم که کال آف دیوتی و پابجی رو با همین تنظیماتی که خودش به صورت پیش‌فرض تنظیم کرده بازی بکنیم. داخل تنظیمات کال آف که میریم با گرافیک های حداکثر میتونه 60 فریم بر ثانیه رو برای ما بازی بکنه. بریم نیم ساعت با روشنی حداکثر با گوشی بازی بکنیم و برگردیم ببینیم که چه عملکردی داره. بعد از نیم ساعت که با گوشی بازی کردم دمای گوشی حداکثر به 42 درجه رسیده. باتریمون هم رسیده به 62%، یعنی حدود 12% از شارژ گوشی کم شده که برای نیم ساعت به نظر من مصرف زیادیه. در حین نیم ساعت که با گوشی بازی می‌کردم متاسفانه افت فریم داخلش دیده میشد. تقریبا بعد از 1 رو 20 دقیقه که با گوشی بازی می‌کنی افت فریم تا 40 فریم بر ثانیه حتی پایین‌تر رو هم می‌تونی ببینی. اگه دشمنات خیلی زیاد باشه ممکنه پایین‌تر هم بیاد و عملکرد خوب و پایدار رو از خودش نشون نداد و من توقع بهتر از این رو ازش داشتم. به همین خاطر برای نیم ساعت بعدی من گرافیک رو میارم پایین‌تر تا ببینم که با گرافیک پایین به گوشی فشار بیاریم میتونه عملکرد خوبی داشته باشه یا بازم افت فریم داره. بعد از یک ساعت که با گوشی بازی کردم دمای گوشی همچنان حدود همون 42 درجه است. باتریمون به 52، یعنی حدود 22% از شارژ گوشی رفته که با گرافیک پایین هم باز مصرف گوشی یه مقدار بالاه. تو نیم ساعت دوم که با گوشی بازی کردم متوجه شدم که از یه حدی نمیذاره دمای سی پی یو بالاتر بره. تقریبا 52 درجه که میشه گوشی رو محدود میکنه. به همین خاطر نور صفحه نمایش هم توی خیلی از بخشا محدود میشه و از یه حدی بالاتر نمیرفت. بازم افت فریم داخل بازی دیده میشد. عملکرد ثابت و پایدار رو از خودش توی کال آف دیوتی نشون نداد و من توقع داشتم که باز نسبت دو نسل قبلی خودش یه پیشرفتی رو توی کال آف دیوتی ببینیم. A56 توی اجرای کال آف دیوتی عملکرد جالبی نداره. خب بریم سراغ پابجی. گوشی مجددا خنک شده، باتریمون هم روی 48%. داخل تنظیمات بازی که میریم 60 فریم رو فقط با گرافیک پایین بهمون میده، خبری هم از 90 فریم بر ثانیه نیستش. بریم بازم نیم ساعت با گوشی بازی بکنیم ببینیم که توی پابجی چه عملکردی داره. بعد از نیم ساعت که با گوشی بازی کردم دمای گوشی حدود 42 درجه است، خیلی داغ نشده. باتری گوشی روی 38%، یعنی حدود 10% از شارژ گوشی رفته که بازم یه مقدار مصرف زیادیه. دمای پردازنده الان هولوش 48 تا نزدیک به 50 درجه هم میرفت. خب تو نیم ساعت اول که بازی کردم خیلی افت فریم فاحشی رو تو اجرای بازی من ندیدم. افت فریم داشت تقریبا 5-6 فریم بر ثانیه. تاثیر منفی توی اجرای بازی شما نمیذاره. عملکرد خوب و قابل قبولش البته که بهتون بگم توی کال آف دیوتی یه مقدار مپ شلوغ‌تر بود و بیشتر تیراندازی و درگیری داشتن، ولی در کل میشه گفتش که چون با گرافیک پایینم بازی کردیم پابجی یه مقدار براش راحت تره. نیم ساعت بعدم باز با همین تنظیمات ادامه میدم ببینیم که باز فشار بهش بیاریم افت فریم اتفاق میفته یا نه.
بعد یک ساعت که با گوشی بازی کردم دمای خود گوشی همچنان همونه، خیلی فرقی نکرده، باتریمون رسیده به 27، یعنی حدود 21% از شارژ گوشی کم شده که با گرافیک پایین من توقع داشتم مصرف کمتری رو ببینیم. دمای پردازندم الان نزدیک 47 درجه است، ولی خب یه مقدار بیشتر هم میشد در طول بازی. توی نیم ساعت دوم هم عملکرد تقریبا خوبی رو از این گوشی دیدیم. توی پابجی بازم افت فریم اذیت کننده اتفاق نمیافتاد. اون چیزی که توی کال آف دیوتی دیدیم خیلی کمتر توی پابجی اتفاق میفته، تقریبا عملکرد ثابتی داره. ولی خب بازم مشخصه دیگه، اگه بخواید طولانی مدت با این گوشی بازی بکنید، دمای سی پی یو به یه حدی برسه، ممکنه افت فریم و حتی محدود شدن صفحه نمایش هم، البته نورشو توی این گوشی هم ببینید. ولی در کل اجرای پابجی از کال آف دیوتی خیلی بهتر بود. و اما یه مقدار خواستم به گوشی سخت بگیرم، گفتم بذار بازی گنشین ایمپکت هم تستش کنیم، چون توی تنظیماتش مثل اینکه گنشین ایمپکت رو شناسایی میکنه و میتونی تنظیمات رو جوری بذاری که فریم ریت رو اولویت قرار بده. به همین خاطر من اول فقط رفتم تست کنم ببینم که با گرافیک بالا و 60 فریم بر ثانیه چه عملکردی داره، که حالا جلوتر بهتون نتیجهشو میگم. بعد از حدود 35 دقیقه که با گوشی بازی کردم، دمای گوشی تقریبا 44 درجه است و خب کاملا داغ شده. باتریمون رسیده به 84، یعنی حدود 14% از شارژ گوشی رفته، که خب توقعش داشتیم، کلا مصرف کمی نداره. توی این 35 دقیقه که با گوشی بازی کردم، اولش گفتم تنظیمات رو روی حد اکثر گذاشتم که خب افت فریم بسیار وحشتناکی روش اتفاق میفته. خب توقعی هم نداشتم، من صرفا خواستم تستش کنم. اما گرافیک رو روی حداقل هم گذاشتم، بازم این گوشی توان اجرای گنشین ایمپکت رو نداشت. شاید خیلی‌ها بگن خب تو که دیدی کالافو مثلا اینجوری اجرا میکنه، چرا گنشین ایمپکت رو ریختی؟ من فقط خواستم ببینم که با توجه به قدرت گوشی که میدونیم چطوریه، اون تنظیمات گیم بوسترش میتونه تا حدی مثلا کمکش بکنه، که دیدیم نه، کلا مثل اینکه از پس این بازی بر نمیاد. در کل 56 برای اجرای گنشین ایمپکت واقعا طراحی نشده و میشه گفتش که با گرافیک پایین میتونه همون کال آف دیوتی و پابجی رو باش بازی کنی. خیلی خوب، با هم دیگه عملکرد A56 رو توی بازی‌ها دیدیم. خب از گوشی‌های سامسونگ کلا توقع بازی نداریم، چون گوشی‌های بازی محوری واقعا نیستن. ولی خب من به شخصه توقعم این بود که از A55 بهتر باشه و کسی که میخواد این گوشی رو بخره مثلا بتونه یه دست کال آف پابجی ریزی باش بزنه. امیدوارم که توی آپدیت‌های بعدی بهتر بشه، چون توی A54 هم اگه خاطرتون باشه وقتی اومده بود 30 فریم بر ثانیه بیشتر نبود توی کال آف، بعدن آپدیت شد بهتر شد. احتمالاً برای این گوشی هم آپدیت بیاد و عملکردش از الان بهتر بشه. ولی الان اگه این گوشی رو بخرید، عملکردش همینجوری که بهتون گفتم و برای بازی کردن نمیتونه گزینه مناسبی باشه. ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظرتون در مورد A56 حتما تو کامنت ها برام بنویسید. همین دیگه، حرفی نمیمونه. تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.